نمیذاره توی مراسم. منم بد تو رو نمیخوام. هرچند تو وقتی که رفتی تو وادی فیلم بازی گوشت به حرف هیچ که بره‌کار نیست. ولی اینا بدون اگه میبینی که خانوادش یه سر کله از تو بالاترن بهتره پا پیش نذاری. به خدا گرفتار میشی. شایدم رو ارث پدریش حساب باز کرده. مثل خودم فکر میکردم بعد از مرگ آقا خدا بیامرزم لااقل چند جریب زمین مرغوب به ما میماسه. زمین که هیچی. یه چیزی هم گذاشتیم رو پول کفن و دفنش. با یکی عروسی کن که هم قد و قواره خودت و ما باشه. یعنی میخوام بگین تنها برم دیگه ها؟ خداحافظ.